پرزیدنت باراک اوباما. این نامه سرگشاده را این جانب به عنوان یکی از مخالفین جدی رژیم جمهوری اسلامی از جانب خودم و گروه‌های همگام در اپوزیسیون خدمت شما ارسال می‌دارم. به خاطر شناخت و دانشی که از ماهیت، اخلاق و رفتار جمهوری اسلامی و به خصوص شخص علی خامنه‌ای که داعی این جانب میباشد دارم، وظیفه وجدانی خود میدانم که نکاتی در مورد جمهوری اسلامی و همچنین در مورد مذاکرات هسته‌ای با این رژیم را به آگاهی شما و همچنین عموم برسانم. در ابتدا قاطعانه و روشن یادآوری میکنم که رژیم کنونی ایران که نام نامتناسب و نادرست جمهوری به خود داده است، با فریب مردم و قدرت‌های جهانی در سال 1979 به قدرت رسید. برانگیختن مردم بر علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی و جلب حمایت قدرت‌های جهانی وقت با حیله و وعده‌های دروغین همراه بود. رویداد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، باور به سخنان فریبنده خمینی و سپس برپایی حکومتی خشونتگرا قرون وسطایی و در تضاد با قوانین بین المللی همگی نتیجه مغبون شدن مردم ایران و جهان بود. امروز نیز شاهدیم که از طرفی کشوری ثروتمند و مردمی با فرهنگ را در دام خود گرفتار کرده و از طرفی دیگر منطقه خاورمیانه و حتی جهان آزاد را در بحران‌های پی در پی فرو بردند. دخالت‌های حکومت علی خامنه‌ای در تبعیت از خمینی که هدفی به جز تسلط بر عراق را نداشت، در لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق و سوریه بر کسی پوشیده نیست. این همه برای علی خامنه‌ای کافی نبود که شبه جزیره عربستان را نیز به حوزه بحرانسازی خود وارد کرده است. باری این رژیم با فریبکاری به مردم ایران و جامعه جهانی ضررهای گزافی را وارد نموده است. مثال تاریخی این گونه فریبندگی را میتوان در قبل از جنگ جهانی دوم یافت. شخص هیتلر نیز هم مردم خود و هم کشورهای اروپایی را فریب داد و کوتاهی در مقابل او به فاجعه‌ای بزرگ انجامید. البته شاید امروز با تغییر زمان حوزه فاجعه محدود بماند، اما در محدوده حقوق بشر ظلم و جنایت چه در یک مورد و چه در موارد بیشمار ظلم و جنایت است. مذاکرات اخیر با این رژیم ولایت فقیه اسلامی هرچند با نیت منع دستیابی به نیروی هسته‌ای نظامی انجام می‌گیرند، ولی در واقعیت می‌بینیم که سالیان بسیاری را این حکومت به وقت کشی گذرانید و هدف اصلی خود را با ادامه دادن به مذاکرات پنهان می‌دارد. علی خامنه‌ای و اطرافیانش به خوبی می‌دانند که هرگز نخواهند توانست به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شوند. آنان یقیناً خواهان منافع ملی و مردمی کشورشان نیستند. بهانه انرژی هسته‌ای به آنها فرصت زورگویی در منطقه، صدور انقلاب و فرهنگ قرون وسطاییشان را می‌دهد. بدیهی است که شما و دیگر کشورهای اروپایی به هیچ وجه به این حکومت امتیازی بدون یقین به پایبندی به توافق‌هایشان نخواهید داد. اما قطعاً مرحله راستی آزمایی همانند دوران مذاکرات به درازا خواهد کشید و در آن هنگام جمهوری اسلامی زهر خورده با ادامه دادن به سیاست‌های مخربش تلافی خواهد کرد. موارد بیشمار نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، گسترش اسلام افراطی که موجب تروریسم اسلامی در جهان شده است و همچنین مداخله و بحرانسازی در خاورمیانه همگی غیر قابل قبول و در تضاد با باورهای دموکراتیک و حقوق بشری ما و شما هستند. در هنگامی که میتوانیم با اندکی شهامت و قاطعیت ریشه درخت فتنه جمهوری اسلامی را بکنیم، بریدن شاخه‌های آن شانه خالی کردن از وظیفه و خاکستر پاشیدن بر چشمان است. بدیهی است که در این ریشه‌کنی مردم ایران و مخصوصاً اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی نقش و رسالت اصلی را باید داشته باشند. اما سنگ در راه مردم و اپوزیسیون انداختن موجب می شود که این مردم و این اپوزیسیون نتوانند نقش و رسالت خود را داشته باشند و به آن عمل کنند.
رژیم جمهوری اسلامی به عادت فریبدهی خود بسیاری از دستگماشتگانش را به خارج از کشور فرستاده و حتی برخی از ایرانی تبارهای زاده ایالات متحده را نیز فریفته است. افرادی که به خاطر منافع شخصی قبول کردند که ماهیت جمهوری اسلامی را مخفی نگه دارند و با لابیگری خود سیاست‌های جهانی را در جهت اهداف جمهوری اسلامی تغییر دهند. همانگونه که هنگام اقامت خمینی در فرانسه برخی از به اصطلاح روشنفکران ایرانی نگذاشتند که جهانیان و مردم ایران بدانند که معنای واقعی جمهوری اسلامی چیست. سخنان خمینی را آنگونه که به پسند می آمد باز می گفتند و فریب خمینی را با پالایش‌های خود قوی و پیروز کردند. متاسفانه می‌بینیم که در کشور شما و همچنین در رسانه‌های دولتی شما بخش فارسی صدای آمریکا و مخصوصاً در کشور انگلستان بخش فارسی BBC سخن مخالفین جمهوری اسلامی سانسور می‌شود و تحلیل و بازگویی گفته‌ها، رفتار و افکار جمهوری اسلامی رسم و عادتی زشت شده است. این جانب با شناخت عمیق و درستی که از اخلاق، فرهنگ و اهداف اصلی این حکومت دارم، لازم می‌بینم روشن و قاطع به اطلاع شما و عموم برسانم که فتنه جمهوری اسلامی بسیار بزرگتر و زیانبارتر از آن است که با امضای توافقنامه‌ای برطرف بشود. افرادی که همواره دروغ گفتند، فریب دادند، به تقیه اعتقاد دارند و هدف اصلیشان برتری طلبی و سلطه‌گری بر دیگران است، هیچگاه نمی‌توانند مورد اعتماد باشند. در برابرشان باید اصول اساسی که موجب تبهکاریشان شدند را شرط اعتماد و اعتبار قرار داد. شروطی که این رژیم باید به آنها عمل کند تا بتواند مورد اعتماد و اعتبار و قابل رو در رویی در مذاکره بشود عبارتند از پایان دادن به نقض حقوق بشر و یا به عبارتی روشن‌تر پایان دادن به احکام قصاص، اعدام‌های بی‌رویه، تبعیض، سرکوب دگراندیشان، اختناق رسانه‌ای و هژمونی ایدئولوژیک و مذهبی، واگذاری قدرت به مردم و لغو قوانین محدود کننده همچون نظارت استصوابی در انتخابات، آزاد گذاردن اقلیت‌های مذهبی و لغو قوانین محدود کننده در انتخاب اندیشه و مذهب، دخالت نکردن در سیاست و دولت‌های کشورهای منطقه همچون افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و یمن، لغو احکام ترور دگراندیشان در سطح جهان که تا به امروز موجب کشته شدن روزنامه‌نگاران، نویسندگان و حتی کاریکاتوریست‌های بسیاری شدند. هر توافق و یا امتیازی که همراه با این شروط اساسی و اصولی نباشد، به باور من مترادف با همدستی و یاری به این رژیم است. فاجعه‌های احتمالی بعد از آن در تاریخ همانند کوتاهی قبل از جنگ جهانی دوم ثبت خواهند شد. علی خامنه‌ای به اندک امروز خود اکتفا نخواهد کرد و در خفا و در فرصت به دست آمده به زورگویی و سلطه‌ورزی ادامه خواهد داد. برداشتن تحریم‌های کمرشکن بدون تغییر اساسی و بنیانی در این رژیم در راستای منافع ملی ایرانیان نیست و تنها امکانات جمهوری اسلامی برای پیش بردن اهداف اصلی خود را تسهیل خواهد نمود. کشور آمریکا و کشورهای اروپایی نباید به خاطر منافع کوتاه مدت منافع دراز مدت خود را به خطر بیندازند. نیروهای فعال و نیرومندی در جامعه اپوزیسیون ایرانی موجود هستند و اگر سانسور رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی نباشند، آنها به راحتی می‌توانند نیروی لازم مردمی برای فشار مدنی ساختارشکن را مهیا کنند. مردم ایران خواستار صلح و آزادی میباشند و بدون این رژیم نه تنها کشوری متمدن و همگام با جامعه بین المللی بلکه صلح و آرامش منطقه را نیز میتوانند تضمین کنند. با احترام، دکتر محمود مرادخانی، 20 آوریل 2015.